الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، مثل وعده های پیشینه یک چند سوال های در پیش من انتظار جوابن. انشاءالله این سوال هایی که بر من ارسال شدن از خدای مهربان امیدی او را داریم که آن چیزی را که عزیزان خدا، آن چیزی را که در کتاب های ما و شما جواب اونها موجود هست من به گوش شما میرسانم. و قبلا پیش از آنی که من این سوال ها را برای شما جواب گویم، خدا رحمت کند، شیخ سعدی را میگفت ای که بر پشت زمینی همه وقت آنی تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشتی پدرند. برای ما گوش زد میکند که یعنی این روزهایی که یا این حیاتی که الحال تو در او عرض هستی داری، به قدر این روزها برس، به قدر این وقتها برس، زیرا می شود روزی که تو هم این دنیا را پدرود میگویی. یعنی اون گروه یا اون طایفه که در شکم مادر و پشت پدرند، اونها می آین و باید که جای اونها را شما خالی کنی. از خداوند بسیار مهربان دعاگوی او هستم که خداوند این حیات، این روزهای را که برای ما مقدر کرده است، خداوند توفیق منتید، خدای مهربان اخلاص و محبت آمون به سوی دینش زیاد بگرداند تا از این ساعتها، از این روزها استفاده برده توانیم. و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند دم آخری ما را دم راحت بگرداند و الله مهربان خانه آخرت ما هم خانه آباد بگرداند. روز قیامت ما هم خدای مهربان در بین بندگانش ای زمره بندگانی در شرمندگی و خجالت نباشیم. و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند جمیع بیماری های ما را شفای کامل، گذشتگان ما را رحمت و مغفرت کند و خدای مهربان آرامی و آسودگی و خیر و نیکی ها را شامل حال همه ما و شما گرداند. می آییم برادران و خواهران عزیز به سری سوال هایی که به ما ارسال شده است. من در گردی اونها برای شما جواب میگردانم. سوال آمده است، پیشتر از من گفته گذارم که بسیاری سوال های هستند که به همه اینها ما مقصد جواب گفتن برای اینها وقت در کاره. یعنی نمی شود که یک باره 100 سوالی که میاد من یک باره در دوام 40 دقیقه یا 30 دقیقه اینها را برای شما جواب گردانم. بازی با مقدار همون وقتی که من قوت همون را گپ زدن شد دارم یا قوت نشستن اینقدر وقت دارم، چند سوالی که در اینجا جای می شود من برای شما جواب می گویم و باز در دوام الله مهربان اگر وقتها را فراهم بیارد و الله مهربان اگر امکانیت بتد
باز جواب سوال هایی که هست اینجا من برای شما نوبت به نوبت جواب میگردانم. اینجا یکم سوالی که آمده است نویسنده است بابای حاجی میرزا: شوهر من مردمی کرد هست، از مردم کردستان هست، مذهبش شافعی هست، اینها سنت نمیخوانند، فقط فرض میخوانند، آیا این درست است؟ اصلا خواهرها و برادرای عزیز، خواه شافعی باشد، خواه مالکی باشد، خواه حنفی باشد، خواه حنبلی باشد، خلاص اهل سنت و الجماعه برای چی میگیم؟ برای خاطر آن میگوییم که اهل سنت یعنی پیروی از آیت قرآن و از حدیث های پیامبر نازنین ما میکنند. در یگان مذهب نه آمده است که شما سنت هایی که از پیامبر ثابت است شما باید ترک سازید. در یگان حدیث نه آمده است که آن سنت هایی را که از پیامبر من ثابت شده است شما آنها را ترک سازید. حدیثی داریم از پیامبر میگه کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، همه امت من داخل جنت میشوند مگر نفرهای هستند که خود خواهش جنت رفتن ندارند. برادر عزیز، انسان تعجب میکند که چه جای راحت، چه یک جنت زیبا را انسان نخواهد که در همون داخل شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند کیها هستند؟ قیل و من یعبا، کی هستند اون به سعادت هایی که راحت الهی را نمیخواهند، دیدار الله را نمیخواهند، از کیفیت و از تمام خوبی های جنت استفاده برند؟ حضرت چی جواب داد؟ من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. کسی که از سنت من پیروی میکند، کسی که از سنت من البته کنار نمی رود، این گفت داخل جنت می شود. و هر کسی که از سنت من روی می گرداند، هر کسی که از سنت های مرا ادا نمی کند، اینها نفرهایی هستند که از جنت محرومند. الله مهربان در قرآن خبر میتید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، حیات پیامبر باید الگوی ما باشد. یعنی ما باید زندگی را از حیات پیامبر آموزیم. مقصد وای چگونه در محفل می نشست، چگونه طرز طعام خوری داشت، چگونه لباس پوشی داشت، چگونه فرزندداری داشت، چگونه زنداری داشت و چگونه عبادت داشت. باید از عبادتاش ما برادرای عزیز پیروی کنیم. زین لحاظ اون نفری که خواه شافعی باشد، خواه هر مذهبی که باشد، وقتی وی ترک سنت میکند، علال خصوص سنت هایی که در یک روز که سنت های رواتب میگیم، سنت های مؤکده میگوییم که ما دو خیل سنت داریم، سنت های مؤکده داریم و سنت های غیر مؤکده داریم که سنت های مؤکدش همین 12 رکعتی که در یک شبانه روز است و 8 رکعت سنتی که در روزهای جمعه 4 رکعت پیش از فرض میخواندیم و 4 رکعت بعد از او میخواندیم. اینها سنت های مؤکدن، اینها سنت های تأکید شدن. و این خاطر اینها را کسی ترک میسازد، اینجا در عزیزای خدا علمای ما حدیث های پیامبر میگد اون نفر از زمره آدمای گناهگار است. شما بینید در اینجا حدیثی را من برای شما خوانم برادر عزیز. ان
ام المؤمنین ام حبیبه رملته بنت ابی سفیان، یکی از مادرای ما و شما، یکی از خانمهای پیامبرمان رضی الله عنهما، قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه از پیغمبر خدا شنیدم، ما من عبد مسلم یصلی لله تعالی كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. مادرمان ام حبیبه گفت که از پیغمبر خدا شنیدم که حضرت میگفتن که کدام بنده خدا اگر گذارد 12 رکعت را، 12 رکعتش همین 12 سنتی که در یک شبانه روز داریم، ما 2 رکعت در بامداد داریم، 6 رکعت در پیشین داریم، 2 رکعت در نماز شام داریم و 2 رکعت در نماز عشا داریم یا خفتن داریم. هر کسی که اینها را ادا کند خدای مهربان برای او خانه در جنت می سازد. برادرای عزیز و گرامی، ببین این فضل ببینین، این برکات ببینین، این خیر ببینین. انسانی که اگر خودش از این نعمت، خودش از این بشارت، از این وعده وقتی که دور میگیرد، آیا چگونه برادر عزیز ما او را بگیم دینش دینی قوی است؟ چگونه بگیم این را عقیدش بسیار عقیده مستحکم است؟ از این لحاظ نفرهایی که البته پایبند این سنتند، خوش به حالشان که اینجا در وعده های در گرد اینها آمده است که نفرهایی که پایبند این سنت باشند. حتی ببینین بسیار از محبای سنت داریم که این 12 رکعت میخوانند، بغیر این با سنت های غیر مؤکده داریم، مثل نمازهای تهجد، مثل شکر وضو، مثل تحیه مسجد، مثل نماز ضحی، مثل نماز اشراق، مثل نماز تسبیح، مثل نماز استخاره و دیگر نمازهایی که اینها غیر مؤکده هستند، ولی بندگان خدا اینهاش هم ادا میکنند. به خاطر که برادرای عزیز، من حدیث در اینجا هست، دیگر ضرور نیست که من متنی و به شما خوانم. میگه روز قیامت وقتی که ما را نمازهای فرض ما خدای مهربان میبیند که کمبود در نمازهای فرضی ما هست، نقصان در نمازهای فرضی ما هست، برای کامل کردن نمازهای فرضی ما الهی مهربان میپرسید از ملائکه هاش که ببینین نماز غیر فرض دارد یا نه، تا ما در عوض همین نمازهای فرضش جبران کنیم. مثل تاجیکای ما پارگی میگن، پارگی کنیم تا که مقصد نماز فرض ای کامل شود. کامل شدن فرض ما از روی خواندن نمازهای سنتی ما است. برای همین در نخواندن اینها برادر عزیز ما گناهگار میشیم. حتی من در اینجا از در موسوعه فقهی حتی بینه از دیدگاه علمای 4 مذهب چی میگن؟ میگن که اما سنن التي لها وقت معین و تسمى السنة الراتبه المؤکده التي تطلب كل یوم. سنت هایی که گزاریدن آن را شریعت معین کرده است، مقرر کرده است و هر روز میگه گزاریدنش مطلوب میباشد، این سنت مؤکده میگن که حتما این سنت هایی که در اینجا آمده است از ابن عمر روایت میشود که حدیث متفقون علیه است، میگه صلیت مع رسول الله، با همراه پیامبر چی خواندم؟ رکعتین قبل الظهر، 2 رکعت سنت پیش از فرض پیشین خواندم، و رکعتین بعدها، ببینید باز 2 رکعت دیگه بعد او خواندم، و رکعتین بعد الجمعه، بعد جمعه خواندم، و رکعتین بعد المغرب. باز دیگر طرز مثال بنای او آمده است. اینجا
از حضرت عایشه مادرمان که پیامبر چی خیلی میخوان مقصد میگد اربعا قبل از ظهر و رکعتین بعد از ظهر، 4 رکعت پیش از فرض میخوندیم و 2 رکعت بعد با فرض پیشین میخوندیم، رکعتین بعد المغرب 2 رکعت بعد شام میخوندیم، رکعتین بعد العشاء 2 رکعت بعد از خفتن میخوندیم و رکعتین قبل الفجر و 2 رکعت پیش از مقصد نماز فرض بامداد میخوندیم. خلاص اینها سنت های هستند که حضرت میگه با پیامبر نازنین میخوندیم. مادرمون میگه اینها را حضرت ادا میکردن، زیلیهاز اینها را سنت های راتبه میگن، سنت های رواتب میگن. یعنی در یک شبانه روز همان 12 رکعتی که حتی در اینجا عدد رکعت های سنت های همون مؤکده را از ابو حنیفه ثانی میگن، یعنی ابن نجیم حتی میارد که غیر 12 رکعتی که در یک شبانه روز هست با 8 سنتی که ما در روز جمعه 4 رکعت پیش از فرض 4 رکعت بعد او میخونیم. اینها را هم از زمره سنت های مؤکده میخونند. حکم سنت های مؤکده برادران عزیز همین است که کسی اگر ادا نکند و یا علمای دین همش میگن، انا حتی اینجا در یک سخن ابوالحسن سیندی در باب حدیث عایشه مادرمون میارد که میگه وقتی حضرت عایشه مادرمون چی گفت، من صابر علی 13 رکعتا، کسی که اگر ببینین در اینجا کلمه مقصد صابره را به معنای پابند بودن، ابوالحسن سیندی میگه همین کلمه صابره به معنای چی میاد؟ لازمه و داومه، کسی که البته ایرا بردوام میگیره، کسی که ایرا مقصد لازم میگیره. گفته است پیامبر گفته است کسی همین 12 رکعت لازم گردانید یا بردوام کرد، الان اینجا دبا چی هست؟ انشاءالله انمون مکافات ها را نائل میشود. اگر نکرد برادرای عزیز اینجا هم گناهگار میشود. زلیاس امروز مردم ما ترغیب نکنیم که به نخواندن سنت گناهگار نمیشه. نه، این گپ خطا هست، این گپ نادرست هست. حتی در اینجا من نگاه کردم، حتی امام احمد حنبل، همین عزیزای خدا، همین بزرگای خدا که اینقدر تمام عمر جانشون را در دین صرف کردن، میگه نفری را دیدین که اگر سنت های پیامبر گرامی را که از پیامبر ثابت شدن ادا نمیکند، او را چی میگه؟ انه رجل سو، در راست او شما گمان بد داشته باشین و بسیار مردی بد است. وقتی سنتی پیامبر را چیکار میکند؟ ترک میسازد. و این کسا گفتن از زمره اعراض کننده های از سنت میشمارند که یعنی این آدم در سنت های پیامبر اعراض دارد، این آدم در سنت های پیامبر میل و محبت که ندارد، زین لحاظ ایرا مردی بد میخوانند. اینجا در برادرای عزیز و گرامی سخنهای خیلی از عزیزای خدا بسیار آمده است، ولی فقط امروز حتی از شیخ معاصر امروزه بگیم، از شیخ صالح فوزان، این کس هم در فتاواش چی آورده است، گفته است کسایی که اگر سنت های راتبه را، سنت های همین 12 حرکتی که هست اینها را وقتی ترک می سازن، گفته است اینها گفته است گناهگار می شوند، زیرا ترک این سنت ها مکروه است. اگر گفته است کسی سنت های همین راتبه را بردوام ترک میکند، نزد بعضی امامان گفته است اهل سنت از عدالت خارج می شود و گناهگار می گردد، زیرا میگه بردوام ترک کردن سنت این از ضعف ایمان همون آدم خبر میدهد. از این لحاظ خواهر عزیز، هر کسی که باشد نباشد و حق ندارد که سنت پیامبر را ترک کند و سنت های پیامبر را باید که ما همیشه پشتیبان باشیم و دوست بداریم. اینجا انشاءالله صحبت من قطع میکنم. خدا خواهد باز سوال هایی که در پیش دارم برای شما انشاءالله بین همین 1 روز یا 2 روز دیگر برای شما باز جواب میگردانم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
бардорони азиз, сабтҳои нави ҳоҷи мирзоро ҳар рӯзи сешанбе ва ҷумъа метавонед аз канали Нур ТВ тамошо кунед. Ссилкаи канал дар описанияи видео даромада обуна шавед ва интизори видеоҳои нав ба нави устод ҳоҷи мирзо бошед.